چه روز خوبیه. صبونت هم آذره و تو هنوز خوابی داره. این هم از کیکت. الان میارمش بالای تختت تا شاید بوش بیدارت کنه. چرا بیدار نمیشی دختر؟ مدرسه دیر میشه. نکنم مریض شدی. حوصله مدرسه رو ندارم. مشکلت چیه؟ دیشب شنیدم باز اونا اومدن. تو میخوای بری ماموریت و منو تنها بذاری. دفعه قبلی که رفتی 5 ماه طول کشید. میدونی چقدر بهم سخت گذشت؟ متاسفم دخترم. من مجبورم برم، ولی قول میدم این دفعه زودتر برگردم. میدونم به تو چقدر سخت گذشته، ولی اینو بدون که دل منم برای تو تنگ میشه. حالا میرم تا تو هم به مدرسه برسی. امیدوارم موفق باشی. سلام دوستان. شرمنده که دیر کردم. داشتم با لارا صحبت میکردم. اون فهمیده و اینکه حتما چیز مهمیه که این وقت صبح منو آوردید اینجا. ماجرا درباره شهر تخلیه شده. اون شهری که جان توش خدمت میکرده. به نظر میرسه که جان هنوز زنده است اونجاست. فکر کنم تنها کسی که باید بره دنبالش تویی. از نظر من تو مقاوم ترین و مناسب ترین گزینه برای اون شهری. تو باید جان رو پیدا کنی. اون رفیقته به هر حال. مکسی یه دقیقه بیا بالا، کارت دارم. من به لارا قول دادم که این دفعه زودتر برمیگردم پیشش. اون ناراحت میشه. لطفا نظری تنهایی ما حس کنه. ممنون از همتون دوستان. امیدوارم توی مأموریتت موفق بشی جنرال. من به تو ایمان دارم. همونطور که یه بار از اون شهر لعنتیت در آمدی، این دفعه هم میتونه. هی باکی، دلم برات کنگ شده پسر. از وقتی که از این شهر رفتی من تنها شدم. من رسیدم. مرحله بعدی رو به من اعلام کنید. هدف رویت شد. اول دور هلیکوپتر رو خالی کن. اونجا یکم زامبی هست. بعد باید وارد شهر بشی و دنبال اون بگردی. دارم وارد شهر میشم، ولی سوخت کافی برای دور زدن کاملشون ندارم. باید پناهگاه رو پیدا کنم. دریافت شد. امشب میتونی توی پناهگاه بخوابی. فردا ادامه جستجو رو از سر میگیریم. خدای من، اینجا چقدر عوض شده. آخرین باری که اینجا بودم همه چیز فرق کرد. بهتر اینجا رو بررسی کنم. به نظر نمیاد آلوده ها اینجا باشن. یه زمانی من و جان اینجا با هم بازی میکردیم. اون موقع بچه بودیم. الان همه چیز عوض شده. به خودم قول دادم که پیداش کنم. این بار آخره. داری به پناهگاه نزدیک میشی. اونجا با چراغ معلومه. حواست باشه موقع فرود احتیاط کنی، چون تنها وسیله نقلیات همینه. تا 3 روز دیگه هم نیروهای امنیتی ضربتی نمیان. پس خودت تنها توی این شهر لعنتی. دریافت شد. به پناهگاه نزدیک شدم. آماده فرود. یکم زمین خیسه. فرود با موفقیت انجام شد. نگران نباش فرمانده. فقط به استراحت خوب نیاز دارم. امیدوارم در اینجا رو بسته باشن. فردا ادامه مأموریت رو انجام میدم. امروز خیلی خسته شدم. توی یه شهر پر از آدم وحشی که دیگه آدم نیستن، یه خونه گرم و نرم بهترین نعمته. غذا هم که هست. یه استراحت حالمو بهتر میکنه. دیشب یه استراحت حسابی کردم. برم بیرون یه هوایی بخورم. دلم برای این شهر تنگ شده بود. البته یکم ترسناکتر شده. عجب هواییه. اولین مأموریت اینه که طبقه پایین رو پاک سازی کنی.
داره میاد. یکی جلوته، سریعتر بزنش. آره. هدف مرد. حالا نوبت بدیه. این طبقه خیلی ترسناک به نظر میرسه. البته بیخیال. بذار طبقه پایین رو ببندم. غافلگیرم نکنن یه دفعه. اون عوضی ها همین جا هن. لعنتی صداشون داره میاد. یکیشون این داخل. جنرال خوب گوش کن. دید در شب تو که فعال کردی، برو اون بیرون. یکی از اون عوضی ها داخل اتاقه و یکیشون هم بالای سرت. حواست بهشون باشه. بالای سرت بزنش. یکی دیگه، یکی هم داخل اون اتاق لعنتیه. رادار ما اینو داره نشون میده. حواست بهش باشه. لعنتی. یعنی واقعا یادت رفت ریلود کنی؟ اینطوری 3 روزم دوام نمیاری، چه برسه به یه هفته. تمرکز تو برگردان. حتی یه دونه از اون عوضی ها نباید اینجا بمونه. این طبقه پاکسازی شد. اینجا چیزای به درد بخوری پیدا میشه. مشعل، بعضیشم بهتر این چیزا رو بردارم. یه مشعل دیگه. این خیلی خوبه. صداشون هنوز میاد. بهترم مراقب باشم. سلام جنرال. یک موج جدید از آمیدا دارن از سمت جنوب باید نزدیک میشن. هرچه زودتر باید برگردی بالا و بری توی خونت، میفهمی؟ وگرنه دیگه قرار نیست اینجا زندگی کنی. جانم تلف میشه. زودتر برگرد.